زبان جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. من امیر منصف از 17 سالگی شروع کردم به کار کردن توی خدمات فنی خودرو، به بعد کم کم پیشرفت از شاگرد لوازم یدکی که الان لوازم یدکی در اختیار خودم. همزمان که کار میکردم شرایط دانشگاهم داشتم و کارشناسی قطعات خودرو هم گرفتم. بعد ما همواره سعی کردیم مشتریامون رو راضی نگه داریم، لوازم یدکی منصف با انصاف باشیم که بتونیم جنسمون رو به مشتری بفروشیم و مشتریمون برگشت بخوره، نه تنها خودش بلکه اینکه چند نفر دیگر هم به ما معرفی کنه که اونها هم بیان از ما خرید بکنن و راضی باشن.